راستی تو چی می‌خواستی درست کنی؟ من یه آش انار شیرازی میخوام درست کنم مخصوص شب یلدا. میشه کم برام شیرازی حرف بزنی؟ میدونی که شیرازی ها برای خودشون یه فرهنگ لغت جداگونه و بعد خیلی هم براشون مهمه که بقیه لهجهشون رو به زور نخوان تقلید کنن. آن خانه بعد میخوایم به او بگیم میگیم خونو. خب این آنه همون او یا مثلا میگیم آن آب آبو. ببین پس او جای درستش قرار میگیره. پس کاربرد او همه جا متفاوته. فکر کنم کلمه‌های خاص در واقع اون اوه رو نمیگیم. ولی خب دیگه چون همه این شکلی صحبت میکنن قطعا این آره به همه چی او میدن. فکر کنم اگه او بدن میشه لهجه شیرازی. آمو این موقعی زور سرزاری یه ذره شل بری نه؟ ببین شلش کنی فقط کار از من نکشید. من یه آشی میخوام براتون درست بکنم دیگه. همیشه یه حس و حال خوبی با کدو دارم. یعنی اول پاییز که میشه اصلا کدو نخرم انگار که پاییز برام نشده. بعد وقتی که این برام بر تحقیق کردم دیدم که خب اصلا کدو که سرشار از آنتی اکسیدانه و خیلی هم خوبه. ولی در مورد اینکه حالا چرا کدو رو اصلا توی شب یلدا خیلی ازش استفاده میکنن، میگن که به خاطر اینکه خیلی در واقع از بیماری‌ها جلوگیری میکنه، آنتی اکسیدان داره و سرشار از ویتامین C هستش. معمولا این فرهنگش رو دادن که کدو بخورید. اینم انقدر سفته بچه‌ها. بیام کمک ببینیم میتونیم در دل رفت بالاخره موفق پنجره رو سلفون بستم دوره که بعداً کدو قابل استفاده. آره بعداً هم اگه خواستیم کدو رو بخوریم کدو خیلی آلوده نشه. خب این دونه آخرم بذاریم. خیلی خوشگله. خیلی قشنگ شد. دمت گرم دوستم. پاییزه. قربونتون. بذاریمشو بریم یه چایی بخوریم. آره بریم. خسته نباشید. شما خسته نباشید. چه گله‌هایی درست کردی. دمت گرم. قصه شب یلدا رو براتون بگم. یه چیزی که یادم اومد اینه که ایرانی‌ها کلا قصه گفتن رو خیلی دوست دارن. من مثلا وقتی که یادمه یکی از چیزایی که همیشه قصه میگفت مام بزرگم مثلا موقع پاک کردن آجیل مشکل گشا یه رسم قصه‌ای داشت. یا مثلا سینی رو اینجوری می‌کردن. آره مثلا پاک می‌کردن حالا پسته و فندق و ایناشو قصه‌شو میگفت. شب یلدا هم قصه داره. قصه‌ش هم خیلی خوشگله. و از اونجای شروع میشه که هر سال اول زمستون نن سرما خونه همه ماها مهمون میشه. نن سرما انقدر موهاش سفیده. بچه من اگر گریم گرفت یاد ما بزرگ عزیزم.
انقدر ماش سفیده که انگار روی ماش برف نشسته و انقدر پیره که نمیدونه وقتی که از آسمون لحافش رو تکون میده پنبه های لحافش میریزه سرم. اون وقتی که ما فکر میکنیم برف این کار رو انقدر تا آخر زمستون تکرار میکنه که لحافش سبک و نرم و نازک میشه. ننه سلما 2 پسر، چله کوچیکه و چله بزرگ. چله بزرگه پسر مهربون ننه سلماست. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که میاد ما مردم زمین راه میاد، خیلی هوا رو سرد نمیکنه، یواش یواش برف میاد، حواسش به آدمای فقیر هست خیلی سردشون نشه. اما متاسفانه دوره حاکمیتش روی زمین 40 روز و بعد 40 روز حاکمیت میرسه به پسر کوچیکه ننه سلما که بهش میگن چله کوچیکه. چله کوچیکه خیلی سنگه، سرمای زیادی میاره، مردم رو اذیت میکنه. هرچی ننه سلما بهش میگه نکن، مردم گناه دارن و این بدتر. تا اینکه یه روزی یه حاکمی میاد و چله کوچیکه رو میبره توی یه کوه یخی زندونیش میکنه. ننه سلما که بالاخره مامانش بوده دیگه قصه میخوره. چله بزرگه که مهربون بوده برای اینکه مامانش قصه نخوره میره به جنگ اون حاکم و کوه یخی. توی اون جنگ پیروز میشه. چجوری پیروز میشه؟ با آب کردن برف و یخهای اون کوه باعث میشه تا چله کوچیکه آزاد میشه. پس شروع میشه به آب شدن یخها و برفها و میریم سمت بهار. ننه سلما وقتی میبینه داره بهار میاد شروع میکنه خونه تکونی کردن و تمیز کردن. چرا؟ چون منتظر عمو نوروزه. خلاصه تمیز میکنه و تمیز میکنه و تمیز میکنه تا خسته میشه. چایشو دم میکنه، منتظر میره که عمو نوروز بیاد و با هم چای بخورن. اما انقدر خسته بوده که خوابش میبره. عمو نوروز میاد، چایشو میخوره، یه پتویی میکشه سر ننه سلما و میره. ننه سلما بیدار میشه، میبینه عمو نوروز اومده و این خوابش بود. آره خوابش بود. خلاصه دیگه میمونه تا منتظر تا سال دیگه که تا دوباره عمو نوروز بیاد و عمو نوروز رو ببینه. آره. انجامش دادی. با ما باشید.